با درود به بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. امروز 15 اکتبر از دعوت شهرداری دوشنبه به جشن مهرگان و از ماه آینده بالا رفتن نرخ راهگیری نقلیات مسافربری پایتخت میگوییم. رئیس کمیته امنیتی ملی تاجیکستان گفته است که در 2 ماه اخیر 15,000 پناهجوی افغان را جای دادند و ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجالی روس مقابل عفو مهاجران تاجیک و ازبک شده است. روز 17 اکتبر در باغ فرهنگ و استراحتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه عید مهرگان جشن گرفته می شود. وزارت کشاورزی میگوید ساکنان از این نمایشگاه می توانند با نرخ‌های دسترس عسل کوهی، نوای گوناگون برنج، روغن و میوه و سبزیجات خریداری نمایند. تاریخ‌شناسان مهرگان را جشنی از عهد باستان می‌دانند که پس از جمع‌آوری حاصل کشاورزی تجلیل می‌شد. سال 2009 حکومت تاجیکستان با تصویب قرار مهرگان را به قطار جشن‌های ملی در کشور وارد کرد و آن هر سال در یک شنبه 30 ماه اکتبر برگزار می‌گردد. مقامات می‌گویند با این را عید فراموش شده باستانی مردم تاجیک را دوباره احیا کردند. منتقدان این را یک جشن پرخرج نوضرور می‌دانند که بجز از نمایش ساخته چیزی به مردم نمی‌دهد. وکالتدار اوید به حقوق انسانی تاجیکستان میگوید 2 روز پیش نمایندگان آنها با اعضای محکوم شده حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان رحمت الله رجب، عبدالقهار давлатов و حکمت الله سیفالله زاده در زندان واخورده درباره شکنجه شدنشان از آنها پرسیده است. در شرایطی که نزدیکان این نفران از مناسبت بیرحمانه شکایت کردند، مقامات میگویند کسی با آنها بدرفتاری نکرده است. امبودسمن تاجیکستان امروز در خبرنامه گفت رحمت الله رجب و عبدالقهار давлатов در صحبت با وکالتدار امید بابازاده شکنجه شدنشان را رد کردند. حکمت الله سیفالله زاده گفته است مناقشه‌ای که بین او و زندانی دیگر سر زده است خصوصیت سیاسی ندارد. تصدیق درستی این اطلاع غیر امکان است چون خبرنگاران به داخل زندانها و صحبت با زندانیان راه نمی‌یابند. سیمومین یتیمов رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی گفته است حالا تاجیکستان در وضعیت قرار دارد که مرزبانان و دیگر نهادهای امنیتی را ضرور است 24 ساعت در حالت آماده باش قرار بگیرند. در این باره این مقامدار تاجیک روز 13 اکتبر ضمن ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در دوره نشست خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع بیان داشته است. سیمومین یتیمov همچنین علاوه کرده است که در 2 ماه اخیر قاچاق مواد مخدر، سلاح، مهمات جنگی از افغانستان افزایش یافته 15,000 پناهجو به تاجیکستان آمدند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. این گروه پناهجویان افغان اولهای ماه ایول از دست طالبان به تاجیکستان گریختند. بیشتر از 400 نفر را در خاروغ مرکزی بدخشان میزبانی کردند و سپس بازپس فرستادند. حالا مقامات رسمی میگویند روزانه صدها نفر میخواهند به تاجیکستان گذرند. سیمومین یتیمov رئیس کمیته امنیتی ملی گفته است در مدت 2 ماه گذشته 15,000 نفر پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند. سیمومین یتیمov این سخنان را در نشست رهبران اداره‌های امنیتی کشورهای مشترک المنافع به زبان آورده و افزوده است که روزانه از 500 تا 600 نفر میخواهند از افغانستان به تاجیکستان وارد شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 13 اکتبر در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست گفته است ممکن است وضع از این هم بدتر شود. اوضاع در افغانستان ساده نیست. پس از ترک کامل نیروهای امریکایی، حکومت بعد از طالبان گذشت که قانون و قاعده‌های خود را جاری می‌کنند. این زمان در کشور فعالیت گروه‌های تروریستی به مثل داعش ادامه دارد. از عراق و سوریه جنگجویان تمرین دیده می‌آیند. از این رو استثنا نیست که تروریستان برای ناآرام ساختن کشورهای هم مرز مشترک المنافع تا ورود مستقیم تلاش می‌کنند. дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии.
چون این بیانیه را دیگر مقامات روسی هم در گذشته تکرار کردند و کارشناسان آن را بهانه برای تقویت حضور نظامی مسکو در تاجیکستان می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی که چند پیش از دوشنبه برگشت میگوید که درباره قبول پناهجویان افغان در کشور نظرها گوناگون است. در صحبت‌های آشکار و پنهان مقامات رسمی تاجیکستان به ما می‌گفتند که کشور امکان قبول مهاجران افغان را ندارد چون ممکن است در صورت باز کردن مرز تا 2 میلیون پناهجو از شمال افغانستان به خاک تاجیکستان بیاید. این زمان گروهی از ساکنان تاجیکستان بر این نظرند که افغانستان در سالهای 90 و در عین جنگ داخلی صدها هزار شهروند تاجیکستان را جای و نان داد و باید پاداش نیکی آنها را برگرداند و در عوض ما هم باید آنها را قبول کنیم. مقامات تاجیک بر این نظرند که کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی برای قبول پناهندگان به آنها کمک نکرده است و آنها مستقلانه امکان پذیرایی تعداد زیادی مهاجران را ندارند. فعالان جامعه مدنی مقامات تاجیکستان را تنقید کردند که برخلاف عهده‌داری‌های بین المللی خود مردمی را که برای نجات جانشان به تاجیکستان آمدند به جای برمیگردانند که ممکن است کشته شوند. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر مرز دارد و از آن نگران است که نارامی از آن طرف مرز به کشور سرایت می‌کند. برنامه سرخط رویدادهای دوم میدیم. الفی 300,000 مهاجران توجیک و ازبک از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه به ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات خوش نیامده است. این سیاستمدار پرخاشگر هنگام سخنرانی در شورای دومای دولتی از کمیته EDM طلب کرده است که ضرورت این تصمیم بررسی شود. او گفته است آنهایی که در اینجا اوبوشی و تجاوز میکردند اخراج و آمدنشان منع شده بود، حالا آنها عفو شدند و برمیگردند. در پی تنقید ژیرینوفسکی رئیس دومای دولتی ویچسلاو والودین به کمیته اوید به کارهای EDM سنجش این مسئله را سپارش داده همزمان یادآوری نموده است اوفی نو مهاجرانی را فرا میگیرد که حقوق ویرانکنی مأموری مربوط به ثبت بود و باش را صادر کردند، نه جنایت‌های دیگر. هفته گذشته وادیم کوژنوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه اعلام کرد که وزارت کارهای داخلی 150,000 مهاجران توجیکی را که حق ورود به روسیه را نداشتند عفو نمود. تاکنون بیش از 270,000 توجیکان از حق ورود به روسیه محروم می‌باشند. با گفته حامیان حقوق مهاجران توجیک بیشتر به سبب مشکل در حجتگذاری و نقض قاعده‌های بود و باش در روسیه اخراج می‌شوند. در این میان زیادن مهاجرانی که میگویند بیگناه و دست جمعی از روسیه رانده شدند. طبق تصمیم نهادهای ضد دخل قرار است نرخ راهگیری نقلیات مسافرکشانی در دوشنبه از 10 نوامبر امسال بالا برده شود. طبق رضایت خدمات ضد انحصاری بالاروی نرخ بر راهگیری اتوبوس و ترالبوس، میکرواتوبوس و همچنین تاکسی‌های فرمایشی داخل خواهد داشت. مقامات گفتند با وجود بالاروی نرخ مواد سوزشواری، قسم‌های احتیاطی نقلیات و قوه برق طول 10 سال اخیر نرخ راهگیری بی‌تغییر باقی مانده بود و این حالت باعث قرضداری کارخانه و شرکت‌های مسافربری نقلیاتی شده است. بینندگان عزیز، تفصیلات این موضوع را همکاران ما پیگیری دارند و در ادامه روز پیشنهاد شما خواهیم کرد. تنها در 13 روز ماه اکتبر امسال در حدود ولایت سوخت 14 مورد سوختار به قید گرفته شده است. پایگاه خبری سوخت نیوز از قبل رهبری ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در این ولایت می‌نویسد از این بین 12 مورد آتش سوزی در بناها و 2 حالت دیگر در واسطه‌های نقلیات به عمل آمده است. قهرمان قادر زاده افزوده است طبق تحلیل‌ها سوختارها اساساً در نتیجه استفاده نادرست اسباب‌های برقی و تجهیزات گاز از جانب ساکنان به وجود می‌آیند. وقتای آخر حادثه های نیز افزوده است که گوگردبازی کودکان سبب آتش سوزی می شود. مقامات این تمایل را تشویش‌آور خواندند. بینندگان عزیز، حالا برای شما اوید قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی امروز 15 اکتبر $1 را 11 سومونی و 29 درم و 1 یورو را 13 سومونی و 10 درم تعیین کرده است. قرب روبل روسی 50 درم بالاتر رفته 1000 روبل 157 سومونی و 30 درم ارزش دارد. دوستان خوبم، با امید تنصیحاتی شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میرسانم. در پیش برنامه اخبار آزادی داریم که 3 ساعت پس تقدیمتان می شود. تا دیدار نوبتی برای کار و خود را احتیاط کنید.